میخوایم بریم یه دونه سگ بکشیم یه تیرو. چطور میریم پلیس طراحی رو با هم باشیم این سابسکرایب و لایک و اینا هم بزن و شاید هم حالی بده شاید هم جو کنیم مثلا نمیدونم. حالا خلاصه میخوایم بریم بکشیم بگیری بریم بکشیمشون ولی نه اونجوری که هم میکشم و بس رو تمامی میکنیم میشین و بسم الله مداد اتودشو میزنیم با خطی. بعد این صدایی که میشنوه اینا از اینا هست میبینی همزمان دارم که با خطی که میکشم اینجوری صدا در میارم. میگوش کن آره خطام دقیقا شبیه همین صدا میشه. شاید هم صدا شبیه خطام میشه نمیدونم هر کجاش فرق میکنه و اینجوری یه جور تخلیه احساسات میشم همین که خطام دقیقا در لحظه میشه. چرا؟ چون این صدایی که داری میشنوی رو الان گوش کن هیچ برنامه از قبل براش تعیین نکردم و بداهه دارم در میارم پس خطام همینجور کمک میکنه بداهه شدنش. گوش ببینید مثلا متوجه میشه خطا رو. ببین الان خطا همشون اینجوری هن که انگار جاشون مشخص یعنی میدونن کجا میخوام برن ولی انگار اصلا رو اون جایی که میرن نیستن و در این حال هستن. یعنی اصلا ببین مثلا الان خطا داره میکشه و همون جایی که اتود خورده ولی اصلا شبیه اون خط اتود نیست میدونی و انگار که هر خطی چه ماژیکه چه مداد هر کدومش هویت خاص خودش رو داره و در کنار هم دیگه قرار میگیره مثلا رگ های توی بدن بعضلات مثال دارم میگم. خب و البته صداش هم که همزمان گوش کنی لذت بخشه میدونی طراحی طبیعت خیلی حال میده اصلا فضای خوب بشینی بعد این صدای طبیعت رو گوش کنی بعد این خشخش ماژیک هم بیاد حواسه چیزی حواست رو پرد نکنه وقت تاریکی نگیره. ببین فرمای خطی که میکشی همه انگار شبیه به طبیعت میشن. الان دیدی از دور یه لحظه اسکلت این دوتا سگه بود. البته ببین میفهمیم که اسکلته خب ولی اصلا شبیه به اسکلت نیست یعنی هم هست هم نیست. ببین این زاویه دوربینه خیلی جالبه. از این زاویه وقتی میذاریم اوه حجاب رعایت کن خجالت نکش شب شد دیگه اینجا نشستیم تو شب. از این زاویه وقتی میذاریم این چیزی بود بذار کنار اینو خطم کشته قشنگ متوجه نحوه خط کشیدن ها میشه و ببین خطا هر جا متفاوت است. اینجا که میخواد یکم تیره کنه ببین خطا به چه صورت داره میره. اینجا که میخواد یه ذره سایه بزنه با فاصله میره و پرتاب میکنه. ببین این حالت رو زیگزاگی میره. این البته بخاطر مثلا راست دست یا چپ دست بودن اینا میشه زیگزاگی نبود ببخشید اینجوری راهرایی جان اینا زیگزاگی که از بزرگ من یه جایی رو ول کردم مثلا اون استخوان پشتی رو الان کشید ولی سفیدی توش نبود. اینی الان مثلا این بالا رو میخواد حالا کلیتش رو بکشه کلیت اسکلت ساکسون شبیه به این ابری شد که داره از سر اون سگه در میاد. اون کشید زدیم و این دنده ها رو ببین تمام اسکلت های کلن چیزا مهره‌داران همه شبیه هم دیگه است. یعنی فقط تعدادشون هم اکثرا شبیه به هم دیگه است. خیلی کم پیش میاد تک و توکی که اسکلت استخونی اضافه داشته باشن. خب حالا شاید کم داشته باشن ولی اینجوری منظورم ولی فرماشونه که اندازه‌هاشونه که تغییر کرده و جاهاشون هم شبیه به هم دیگه است. یعنی همه اون جایی که فرضاً دنبالچه هست برای انسان هست برای نهنگ هست برای خفاش هست برای میمون هست برای گاومیش هست میدونی متوجه منظورم میشی و اینا. ببین این چه سواده داره ستون فقراتش میکشه اصلا شبیه به ستون فقرات نیست ولی میفهمیم ستون فقرات. البته حالا اصلا هم که بگی نیست هست بالاخره شفاعته دیگه. احتمالا فرم
پوستارش. آره این اگه که اینجوری خالشو وقتی بخوام بکشیم اینجوری میشه با عضله و گوشت، طرز پاهاش و اینا. این قرارگیری پای سکسانا اینجوریه، پای عقب و جلو و اینا. این چیه؟ آها این که از رو به روه، این جمجمه‌اش از رو به روه. جالب، ساده، منظورش رو میفهمونه. آره مثلا این چیه؟ این تو کله سالمش از رو به فرزه. دمتی هم تو اینجا اومدی سابا اینا هم بزن که ذوق کنیم ما هم، بعد بریم نتیجه کارو هم ببینیم. حالا این تأکیدا که میکنه رو جای دیگه. این الان شد کلیات داستان ما. طرحی از 2 سگ، مادر و پسر کنار هم دیگه، دختر بودن 2تاش ببخشید. و چقدر جالب شد، چقدر دلنشین شد. همینجا موندی تو فردا صبح؟ الان اینجا هوا تاریک شد روشن شد شوری بود یا گذاشتیش فرداش اومدی؟